پسنداز برای بازنشستگی در ایالت مین. روزی فرا خواهد رسید که همه ما به سنی خواهیم رسید که نیاز داریم یا می‌خواهیم کار کردن را متوقف کنیم، اما هنوز باید هزینه‌هایی مانند مسکن، غذا و مراقبت‌های بهداشتی را پرداخت کنیم. در ایالات متحده این دوره زمانی بازنشستگی نامیده می‌شود. مهم است که برای بازنشستگی خود پسنداز کنید تا منبع درآمدی برای پرداخت هزینه‌هایتان پس از توقف کار داشته باشید. زمانی که شما در ایالات متحده شاغل هستید، مقدار کمی از دستمزد شما در هر دوره پرداخت از حقوقتان کسر شده و به برنامه‌ای دولتی در ایالات متحده به نام تامین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی ارسال می شود. سپس زمانی که بازنشسته می شوید و کار کردن را متوقف می کنید، می توانید شروع به دریافت پرداخت‌های ماهانه از تامین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی کنید تا به پرداخت هزینه‌های خود کمک کنید. تامین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی به تنهایی معمولاً کافی نیست تا تمام هزینه‌های شما را پوشش دهد. بنابراین مهم است که به روش‌های دیگری نیز پسنداز کنید. اگر شما به تازگی وارد کشور شده اید یا در پرداخت هزینه‌های روزانه خود دچار مشکل هستید، پسنداز برای بازنشستگی ممکن است دشوار به نظر برسد. اما شروع به پسنداز هرچه زودتر بسیار مهم است و این کار از آنچه که فکر می‌کنید ساده تر است. روش‌های مختلفی برای پسنداز برای بازنشستگی وجود دارد. گاهی اوقات کارفرمای شما یک برنامه ویژه پیشنهاد می‌دهد که به شما کمک می‌کند برای بازنشستگی پسنداز کنید. به این صورت که مقداری از حقوق خود را که خودتان انتخاب می‌کنید به یک حساب پسنداز ویژه بازنشستگی واریز می‌کند. بسیاری از کارفرمایان ایالت مین برنامه‌های پسنداز بازنشستگی به کارمندان خود ارائه نمی‌دهند. بنابراین بسیاری از کارکنان هیچ پول اضافی برای بازنشستگی پسنداز نمی‌کنند که این موضوع باعث می‌شود آنها در موقعیت مالی بسیار سختی قرار گیرند زمانی که دیگر قادر به کار کردن نباشند. خبر خوب این است که در مین ما برنامه اعتماد سرمایه‌گذاری بازنشستگی مین یا مرت را داریم که یک برنامه پسنداز بازنشستگی دولتی است که برای آسان کردن پسنداز برای بازنشستگی طراحی شده است. اینطور مرت کار می کند. کارفرمایان مین که 5 نفر یا بیشتر کارمند دارند و برنامه پسنداز بازنشستگی به کارمندان خود ارائه نمی دهند، موظف به ثبت نام در مرت خواهند شد. هیچ هزینه‌ای برای کارفرمایان جهت شرکت در این برنامه وجود ندارد. برای پیوستن به مرت، یک کارمند باید شماره تامین اجتماعی سوشال سکیوریتی یا شماره شناسایی مالیاتی ITIN داشته باشد. پس از ثبت نام کارفرما، هر کارمند در یک حساب پسنداز بازنشستگی شخصی به نام Roth IRA ثبت نام خواهد شد. این یکی از محبوب ترین انواع حساب‌های پسنداز بازنشستگی در ایالات متحده است. کارمندان ایمیلی یا نامه‌ای در پست دریافت خواهند کرد که به آنها اطلاع می‌دهد که یک حساب مرت از طریق کارفرمایشان دارند. پس از ثبت نام در مرت، بخشی از حقوق شما به طور خودکار در حساب پسنداز بازنشستگی شما در هر دوره پرداخت ذخیره خواهد شد. به طور کلی، پول در یک حساب پسنداز بازنشستگی نسبت به یک حساب پسنداز معمولی پتانسیل بیشتری برای رشد دارد. شما می توانید انتخاب کنید که چقدر از حقوق خود را در هر دوره پرداخت پسنداز کنید و می توانید هر زمان که بخواهید تغییراتی در حساب مرت خود ایجاد کنید. اگر مقداری را انتخاب نکنید، مرت به طور خودکار 5% از حقوق شما را به حساب پسنداز بازنشستگی شما واریز خواهد کرد.
برای مثال اگر در یک دوره پرداخت $1000 درآمد داشته باشید، $50 به طور خودکار به حساب پسنداز بازنشستگی شما واریز خواهد شد. بیاد داشته باشید که همیشه می توانید مقدار کمتری یا بیشتری پول واریز کنید. این کاملا به شما بستگی دارد. هنگامی که وارد حساب مرت خود می شوید می توانید ببینید چقدر پول واریز کرده اید و در حال پسنداز هستید. شما می توانید هر زمان که بخواهید پولی که به حساب واریز کرده اید را برداشت کنید، صرف نظر از سن شما. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که اصلاً بخشی از برنامه نباشید. حتی اگر اکنون نمی خواهید بپیوندید، می توانید در آینده به آن بپیوندید. مرت به گونه‌ای طراحی شده است که به شما کمک کند برای آیندهتان پسنداز کنید. از خود و خانوادهتان مراقبت کنید و با پولی که نیازهایتان را تأمین کند بازنشسته شوید. ممکن است برداشت پول از حقوق شما زمانی که هزینه‌های زیادی دارید دشوار به نظر برسد، اما پسنداز مقدار کمی از هر حقوق می‌تواند به شما کمک کند تا زمانی که پیرتر می‌شوید از نظر مالی امن‌تر باشید. ممکن است جزئیات بیشتری در مورد برنامه از کارفرمای خود بشنوید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به این وبسایت مراجعه کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن 1-833-608-8840 تماس بگیرید. اگر به مترجم نیاز دارید، بگویید مترجم به انگلیسی، اینترپرتر، و سپس زبان خود را بگویید. منتظر بمانید تا مترجم به تماس اضافه شود.